این بازی یکی از بزرگترین بازی‌ای بود که من در این موسم دیدم. راستی من نفس کشیدن نمیتونستم. 90 دقیقه پر از احساس بود، دل میتپید، خون جوش میزد. این از فوتبال. با راستی رحم میومد به اونهایی که فوتبال رو تماشا نمیکنن. این سطح دیگر است. این بازی سطح عالی است. بعد چنین بازی وقتی بعضی بازی لیگ ها رو میبینی حتی کمی شرم میکنی، چون که این فوتبال در سطح دیگر قرار دارد. من یک ثانیه هم از اکران چشمم رو نکندم. نیمه اول 5 گل، نیمه دوم باز برآمدن و باز گل زدن. این چی بازی بوده؟ این بازی نه، این اسپکتاکل بود. دو دسته برابر، هیچ کس نمیخواست تسلیم شود. راستش رو بگم بیشتری ها ریال مادرید رو پیشکی از حساب برآوردن. همه فکر میکردن که آنها شانس ندارن، اما آنها برآمدن و تا آخر مبارزه بردن تا دقیقه آخرین. از طرف دیگر باوریا میونخن چی دسته یک ماشین واقعی. ها خطاگی بودن، ها لحظه‌ای بودن که میتونستن بهتر بازی کنن، اما در آخر آنها بازی رو بستن. مهمش این است، من نمیخوام تنها تاکتیک و محافظه رو بینم، من میخوام بینم که بازیگران مسئولیت میگیرن، برآمده بازی رو حل میکنن. دیشب ما این رو دیدیم، سوپرستارها برآمدن و فرقیت رو ساختن. این از فوتبال برادران. برای همین ما اون رو دوست می‌داریم، مخصوصا لیگ چمپیون ها رو. راستی من بعد این بازی نمیتونم با حال یگان دسته بخندم. اگر تو مخلص رقیب باشی میتونی، اما من نه. من تنها میگویم تشکر ریال مادرید، تشکر باوریا میونخن. شما با ما یک شوی حقیقی دادید. من حتی یاد ندارم که کی آخرین بار چنین لذت از فوتبال گرفته بودم. و راستی من رحمم میاد با اونهایی که این بازی رو ندیدن. شب شما یکی از بهترین بازی‌های این موسم رو از دست دادید. درباره این چهارک فینال بین ریال مادرید و باوریا میونخن در استادیوم آلیانس آرینا سالها گپ میزنن. راستی باوریا این رو سزاوار بود. بهوده نیست که آنها یکی از فاوریت‌های اساسی برای گرفتن لیگ چمپیون‌ها هستند. این تصادف نیست برادران. حالا آنها یکی از بهترین دسته‌های جهان هستند از روی صفت بازی حتما. و ببینید این سطح رو وقتی بازیگران کلون در بازی کلون برآمده خود رو نشان میدن. کلیان مباپه حل میکند، هری کین حل میکند. بازیگران سطح عالی برآمده فرقیت رو میسازند. این از آن چیزی که ما دیدن میخوایم. و الهیده درباره مربی میگویم برادران. وینسنت کمپانی چیکار میکنی تو؟ چند سال باوریا نمیتونست این ریال مادرید رو مغلوب کند. کوشش کردن، خطا کردن، باز کوشش کردن ولی نمیشد. اما تو کمپانی میایی و از بار اول آنها رو مغلوب میکنی. و وقتی با باوریا امروز نگاه میکنی برادران میفهمی بر ضد چنین فوتبال بازی کردن خیلی دشوار است.